2 شب قبل کنفرانس مطبوعاتی بود، رئیس جمهور کشور صحبت نکرد، ولی یک نکته امیده که به گوش از او برسه، به گوش رئیس جمهور برسه. گفت که خدماتی که به می 10 سال شده، گفت که افغانستان از امریکا تا چین، از اروپا تا ژاپن، از هند تا روسیه، افغانستان به اینها وصل شده و بالاخره همه اینها به افغانستان کمک میکنن. خب کشور باید با کشورهای گوناگونی رابطه داشته باشه. اما چی خوب بود ای رئیس جمهور، افغانستان از فرش تا به عرشم ارتباطی رو برقرار میکرد. هیچ فایده نداره. 1,200,000 نفر لشکر فرعون بود، خداوند اونها رو چکار کرد؟ غرق دریا کرد. این خیلی مهم نیه، مهم اینه که از عرش یعنی از فرش، از همین زمین تا به عرش، یعنی ارتباط بندگان الله با الله برقرار میکردی که با چی میشد؟ احکام قرآن در کشور پیاده میشد، احکام قرآن در سرزمین جاری میشد، خدای تبارک و تعالی از تو راضی میشد. این مهمه. 1.5 سال دیگه وقت داری، بگیر الله را از خود راضی کن، احکام الله در زمین و در زمین خدا پیاده کن که هم خدا است و خوش، هم بندگان خدا است و خوش. خیر اروپا و امریکا و افریقا آدم به رسمیت نشناسه، هیچ مهم نیه. فرعونی که انا ربکم الاعلی میگفت، خداوند او غرق کرد. موسی که چقدر مشکلات دید، خداوند او نجات داد. وقتی ارتباط با الله برقرار بشه، نشه که برادران عزیز ما و شما هم عوض هنتتون بگیم. امروز خیلی مردم هنته میگه، گندم ماییم، مؤسسات چرا گندم نمیاره؟ قوم موسی هم عوض هنته گفتن، ما عفو نمیخواهیم، ما بخشش نمیخواهیم، ما مغفرت نمیخواهیم، عوض عفو و بخشش گندم ماییم. خیلی قوم زشتی بودن دیگه، خیلی قوم ناروایی بودن. امروز هم بعضی چی میگه؟ به سال 2014 اگر خارجی ها بره، والله چه کار میشه؟ این مؤسسات بره، این دلارها کم بشه، این بالاخره مصارف و اینها چه کار میشه؟ هنتتون که فراموش شده، همه فکر هنتتونه، فکر هنته، گندم، عفو، بخشش، مغفرت، اینها فوق همه نعمت های. اما الله وری از اینا گفت شما بگیم هنتتون، ای الله ببخش. آیا یک وقت شده که در افغانستان جلسه وزرا که میشه، در هر هفته جلسه وزرا 15 روز یا بالاخره جلسه وزرا، هم یک مرتبه وزرا دستاخر بالا کنن بگن ای خدا ما را ببخش، ای خدا؟ هم یک مرتبه اقذری که میگن امریکا دهان اینا به او میگرده، هم یک مرتبه بگفتن خدا، ببینن یک مرتبه بگن خدا، خداوند همه مشکلات رو حل میکنه. از اون اعمالک چسبیدن به دنب خارجی ها که اگر 2014 رفتیم کمکای بین المللی شما قطع نشه و فلان نشه، همه به فکر هنته‌اند، هتر فراموش کردن. هته خیلی مهمه، ببخش. الله وعده داده و قولوا حتتون، بگویید ای الله ما رو ببخش. الله میگه نغفر لکم، میامرزم برای شما خطیاتکم، گناهان شما را، و سنزید المحسنین، زوده که پاداش نیکوکاران داده بشه. دولته که میگوین اسلامی، حیف نام اسلامی که ما میگیم دولت اسلامی افغانستان. این تفنگی که به شانه فرزند مسلمان این کشور کردی، مرمی را به جان دشمنان اسلام استعمال نمی کنی و اون را به چگونه بر شانه‌اش گذاشتی. امروز ملت روز به روز به ویرانی کشانده میشه، روز به روز به فقر و ذلت و خواری کشانده میشه.
شرکت‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی بسته شد، کار و کسبه مردم گرفته شد، هیچ کس در امن و امنیت نیست، شفاخانه حوزوی هم بسته بشه. شرم ننگ برای مسئولین کشور، برای کسانی که اگر کشور را فروختیم، خود را فروختیم، پرده را از روی خود برداریم که ملت شما را بشناسد. به زیر پرچم اسلام، به زیر سایه اسلام، به نام قرآن، به نام اسلام گرگ شده و به پوستین میش وارد کشور شدن. امروز باید از رئیس جمهور گرفته زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، رئیس جمهور، حتما بین این صفها کسی هست که با اون ارتباط میگیرد، برایش بگو زمان عمر فاروق وقتی فوت میخواست بکند برای فرزند خود گفت فرزندم ای عبدالله، تو مرا 2 شب یا 3 شب بدخواب میبینی. حضرت عمر وقتی فوت کردن 12 سال فرزندش او را خواب ندید. بعد از 12 سال او را خواب دید، گفت بابا شما گفتیم بعد از 3 شب مرا خواب میبینی، 12 سال شد. گفت در حکمت من جای از گوشه های کشورهای اسلامی پلی بود که پل سوراخ شده بود و مرکب و یک حیوانی از آن پل عبور میکرد، پایش به اون سوراخ رفت و پایش شکست. 12 سال است که خدا از من پرسان میکند که چرا متوجه نشدی. این همه اختطاف ها، همه دزدی ها، همه غارت ها، همه چور و چپاول ها، همه این که بر مقدسات توهین می شود، هر روز به این کشور چندین انسان کشته می شود. نمیدانم رئیس جمهور چگونه به پیشگاه الله جواب می دهد. این را می گویم اگر فرزند افغانی، ای رئیس جمهور، اگر فرزند افغانی، اگر واقعا در این ملت تولد شدی، اگر به واقعیت پدرت مجاهد بوده، متوجه باش که امت همه ویران شد. مال این ملت رفت، آبروی ملت رفت، ثروت ملت رفت، دین ملت رفت. چرا متوجه نمیشوی؟ من فقط این را ابلاغ می کنم. آرزوی من این است که به پیشگاه الله با تن خونالود حاضر بشوم، بگویم یا الله من فدای دینت شدم. اگر بگوییم که ما را میکشن، ما را میبندن، حضرت عمر را داخل محراب نکشتن، حضرت علی را به راه مسجد نکشتن، حضرت حمزه را تک تک نکردن. چرا از مرگ بترسیم ای امت اسلام؟ چرا پیش روی انسانهای مستکبر و متکبر را نگیریم؟ پس باید همه متوجه باشیم. اگر شفاخانه حوزوی بسته شد میدانیم چقدر. امیدواریم که اگر شفاخانه را بسته کنم بلکه یک آه مظلومی روی بستر افتاده، دنبال انسانهای ظالم. بترس از آه مظلومان، بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. ای حکمت داران، ای قدرتمندان، ملت همه مظلوم شدن. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. خواجه انصار می فرماید مکن که آه فقیری شبی بیرون تازد، هزار همچو تو از خانمان براندازد. ز تیر آه یتیمان مگر نمی ترسی؟ امروز اونهایی که یتیم میشن ز تیر آه یتیمان مگر نمی ترسی؟ که هزار همچو تو از ناوک براندازد.
امیدواریم که همه من و شما برادران عزیز و بزرگوار هوشیار باشیم و متوجه باشیم. امروز دشمن از زمین و از هوا و از همه جا امت اسلام را تسخیر می کند و بعد به حالت تست کردن متوجه است که آیا اینها هنوز بیدارن. اینقدر پخش نشر سود و قمار و فیلم های مبتذل هنوز محمد رسول الله را دوست دارن. پس به اینه که باید باز هم تاکید می کنم برادران عزیز، فردا همه مسئولیت داریم. این یک فرد نیست، این کسی نیست که ما بگوییم با ما چی یا به خاطر ما چی. این رحمت للعالمین هست. شبی که به دنیا آمد رسول الله، شبی که به دنیا آمد لبهای مبارک شور میخورد. صفیه عمه رسول الله میگه گوش خود را به سمع ایشان نهادم، گوش خود را بر لبهای مبارک گذاشتم که میگوید امتی و امتی. به دنیا آمد من و شما را یاد کرد. زمانی که به معراج می رود امتی می گوید. زمانی که به صحرای محشر جبرائیل صدا می کند یا حبیب الله، رسول الله از قبر سر بالا نمی کند. زمانی که صدا می کند یا رسول الله، رسول الله سر بالا نمی کنند. صدا می کند یا دوست خدا، سر بالا نمی کند. جبرائیل می گوید یا الله، رسول الله از قبر بیرون نمی شوند به صحرای محشر. الله می گوید صدا کن یا شفیع المذنبین. زمانی که رسول الله یا شفیع المذنبین را می شنوند سر بالا می کنند. از امت گناهکار خود رسول الله به کار دارد. از امتی که دنبال رسول الله نرفته بازم به کار دارد. باید همه ما با رسول الله عشق داشته باشیم. امیدواریم که باز هم تاکید میکنم فردا از فکر هیچ یک از برادرها نرود. از پیر و جوان، از نوجوان، از همه تقاضا می شود ساعت 8 در هر قریه و ولسوالی که هست خود را به شهر رسانده تا اینکه تجمع بزرگ با جمعیت انبوه برای دشمنان نشان بدهیم وحدت ما، انسجام ما، همبستگی ما، اتحاد و اتفاق ما مشت کوبنده است بر دهن دشمنان اسلام.